آیا فیلم راز را دیده اید یا کتاب راز را خوانده اید؟ شاید درباره قانون جذب شنیده باشید و از خودتان بپرسید که دقیقاً چیست و آیا واقعاً کار می‌کند؟ ببینید، باور کنید یا نه، قانون جذب یک مراسم جادویی پیچیده یا یک راز باستانی اسرارآمیز نیست، بلکه بسیار ساده است. درست مانند نیروی جاذبه که یک قانون تغییرناپذیر در جهان است. وقتی چیزی را به هوا پرتاب کنید به زمین میافتد. وقتی از یک ساختمان بپرید به زمین برخورد میکنید. این همان قانون جاذبه است. قانون جذب هم به همین صورت عمل میکند. به زبان ساده این قانون میگوید که هر چیزی که روی آن تمرکز کنید را به زندگی خود جذب میکنید. در واقع همه افکار توی ذهن شما به واقعیت تبدیل میشوند. آنچه را روی آن تمرکز کنید رشد می‌دهید. برای درک قانون جذب ابتدا باید بفهمید که همیشه افراد، چیزها، منابع و ایده هایی را جذب می‌کنید که با افکار غالب شما هماهنگ هستند. یعنی زندگی شما فقط زمانی بهتر می‌شود که خودتان بهتر شوید. اگر می‌خواهید فروش بیشتری داشته باشید، معاملات بیشتری ببندید یا درآمد خود را افزایش دهید، این فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که خودتان به فرد بهتری تبدیل شوید. امروز در این ویدیو ما 4 استراتژی رو با شما به اشتراک می‌ذاریم که نشان می‌دهند چگونه قانون جذب را در زندگی خود اعمال کنید، نه در حد نظریه یا صحبت‌های کلیشه‌ای، بلکه به طور عملی و واقعی. استراتژی اول، تعصب تاییدی. به عنوان یک انسان ما تمایل داریم اطلاعاتی را جستجو کنیم که باورهای فعلی ما را تایید کنند. برای مثال، اولین خودروی رویایی من یک مزدا قرمز بود. یه پرانتز اینجا باز کنم، خیلی جالبه. اولین خودروی رویایی منم یه مزدا مشکی بود. و بعد از اینکه این رو تجسم کردم فهمیدم که یکی از همسایه‌هامون دقیقاً یه مزداطوری مشکی خریده و همیشه زیر پنجره اتاق من به مدت 1 سال اون مزداطوری پارک میشد. هنوزم فکر کنم هست. و دارن هاردی هم میگه که خودروی رویاییش یک مزدای RX-8 قرمز بوده. آن را روی تخته آرزوهایم گذاشتم و هر روز نگاه میکردم. ناگهان متوجه شدم که در همه جا مزدا میبینم. خیلی جالبه. منم خودروی مزداطوری رو زیاد میدیدم و حتی تبدیل شده به یه نشونه شانس یا یه نشونه از طرف خدا یا کائنات. یعنی هر وقت میخواستم جواب بله بگیرم درخواست میکردم که مزداطوری ببینم. ببینید اون زمان مزداطوری خیلی خودروی بابی نبود. حتی همین الانشون شما اگه تو خیابون برید خیلی مزداطوری نمیبینید. یعنی ماشینی نیستش که خیلی محبوب باشه یا خیلی زیاد ازش تولید شده باشه. غالبا خیلی کمتر از ماشینای دیگه میبینینش. تو ایران حداقل محبوبیت کمتری داره. و خیلی جالبه، من به محض اینکه از خونه میومدم بیرون مزداطوری رو میدیدم. اون روزایی که نیاز داشتم یه نشونه شانس ببینم از طرف کائنات یا خدا. بریم سراغ صحبت‌های دارن هاردی. میگه آن را روی تخته آرزوهایم گذاشتم و هر روز نگاهش میکردم. ناگهان متوجه شدم که در همه جا مزدا میبینم. اما آیا واقعا تعداد مزداها بیشتر شده بود یا ذهنم فقط آنها را بیشتر تشخیص میداد؟ سوالی که اینجا مطرح میکنه اینه که آیا از وقتی که تصمیم گرفت مزدا بخره واقعا تعداد مزداهای دنیا بیشتر شد، یا اینکه نه، مزداها وجود داشتند ولی به محض اینکه ایشون تصمیم گرفت که یه ماشین مزدا بخره مزداهای بیشتری تو خیابون دید. این به خاطر سیستم عملکردی آواتار یا مغز ماست که چیزهایی رو که روشون تمرکز میکنیم سعی میکنه بیشتر به ما نشون بده. و کارکرد قانون جذب هم دقیقاً همینه. یعنی شما چیزی رو که روش تمرکز کنید به زندگی خودتون بیشتر جذب میکنید. پس مزداهای توی خیابون بیشتر نشده بودن، فقط ایشون بیشتر مزداها رو میدید. این خیلی شبیه مثالیه که من میزنم. به بعضی از دوستان میگم درآمد ماهی 100 میلیون تومان وجود داره. افراد خیلی زیادی هستن که حتی درآمدهای خیلی بیشتر از 100 میلیون در ماه رو دارن و این عدد برشون پول خورده. اما
تو درآمدت به 100 میلیون نرسیده. آیا این به این معناست که درآمد 100 میلیون در دنیا وجود نداره؟ قطعاً وجود داره. یعنی نعمت‌ها همیشه وجود دارن. این شما هستین که باید ظرفیت وجودی خودتون رو بالا ببرین، هم فرکانس بشین تا با خواستتون تا اون خواسته وارد واقعیت فیزیکی شما بشه، وگرنه همواره وجود داره. یعنی درآمد 100 میلیون تومان برای شما یه جایی تو این جهان در یک فرکانس خاصی وجود داره. به محض اینکه شما به اون فرکانس برسین، درآمدتون به 100 میلیون میرسه. یکی از راهایی که میتونین ظرفیت وجودی خودتون رو بیشتر کنین، فرکانستون رو ببرین بالاتر، شکرگزاریه برای چیزهایی که دارین و برای چیزهایی که میخواین به دست بیارین. شکرگزاری ظرف وجودی شما رو بزرگتر میکنه. بریم سراغ صحبت‌های دارن هاردی. میگه که همین اتفاق هنگام تماشای ویدیوهای من رخ میدهد. ممکن است 2 نفر یک ویدیو را ببینند و یکی بگوید این عالی است و دیگری بگوید این مزخرف است یا خرافات محض است. چرا؟ چون ذهن ما اطلاعاتی را دریافت می‌کند که باورهای ما را تایید کند. ما دنیا را همانطور می‌بینیم که هستیم، نه اونطور که واقعا هست. استراتژی دوم، متوجه شدن اما توجه نکردن. یکی از شب‌هایی که باران شدیدی میبارید، من از پنجره بیرون را نگاه کردم و با خودم گفتم چقدر هوا دلگیر و افسرده کننده است. اما همسرم کنارم آمد و گفت وای چقدر رمانتیک. من با تعجب گفتم رمانتیک؟ این فقط یک هوای بارانی است. همان صحنه، 2 دیدگاه متفاوت. آنچه روی آن تمرکز می‌کنید در ذهن شما بزرگتر می‌شود. پس اگر روی مشکلات تمرکز کنید، مشکلات بیشتری خواهید دید. اما اگر زیبایی‌ها را ببینید، زندگیتان سرشار از زیبایی خواهد شد. تا 4 تا ویدیوی قبلی بود که من یه ویدیو از دکتر جو دیسپنزا گذاشته بودم که چطور معشوقی که رفته رو برگردونیم. در واقع تیترش همین بود، بازگشت معشوق با روش جادویی دکتر جو دیسپنزا. توی اون ویدیو یه خانومی تو کامنت ها پرسیده بود که من چیکار کنم که همسرم رفتارهای زشتش رو تغییر بده. بهشون گفتم که شما اگر تمرکز داشته باشی روی رفتارهای مثبت همسرت، این نه تنها به اون دلگرمی میده و فکر میکنی که چقدر آدمیه که رفتارهای خوبی داره، چقدر آدم خاص و خوبیه، جذابه. جدای از اون، تمرکز شما روی نقاط مثبت اون فرد باعث میشه که نقاط مثبتش بیشتر شن و رفتارهای خوب اون فرد بیشتر شه. یعنی وقتی کسی رفتار بدی داره، شما روی رفتارهای بدش نباید تمرکز کنید. تمرکز کنید روی رفتارهای خوبش و این طبیعت جهانی که ما توش زندگی میکنیم، رفتارهای خوب اون فرد بیشتر میشه. و اینجا هم دارن هاردی داره همینو میگه که شما به هر چیزی که توجه کنی اون چیز بزرگتر میشه. اگه میخوای مشکلاتت برات کم رنگ‌تر شن یا تنبلی، درآمد کم رنگ‌تر شه، به اینا زیاد فکر نکن. بیا به نقاط مثبتی که تو زندگی داری فکر کن. بریم سراغ استراتژی سوم. استراتژی سوم، حتی دیگر متوجه آن نشوید. ذهن ما مثل یک باغ است. اگر گل بکارید، گل رشد می‌کند. اما اگر هیچ چیز نکارید، علف‌های هرز خود به خود رشد می‌کنند. اگر ذهن خود را به طور مداوم با اطلاعات مثبت تغذیه نکنید، افکار منفی و بیهوده جای آن را می‌گیرند. همین دلیل است که من اخبار را تماشا نمی‌کنم. بیشتر اخبار چیزی جز ترس و منفی نگری نیستند. آیا اگر خبر مهمی باشد متوجه آن نخواهم شد؟ مطمئناً کسی به من خواهد گفت. اما وقت و انرژی ذهنی خود را صرف اخبار بیهوده و منفی نمی کنم. من فقط روی آنچه برای رشد و موفقیت لازم است تمرکز می کنم. استراتژی چهارم. قبل از اینکه بریم سراغ استراتژی چهارم، بازی پرانتز اینجا باز کنیم برای استراتژی سوم. توی چند تا ویدیوی قبلی صحبت کردیم که یکی از قوی ترین راه‌ها برای بالا بردن ارتعاش شما اینه که افکارتون مثبت‌تر بشه. و یکی از راه‌های قوی برای اینکه شما افکارتون رو بتونید مثبت‌تر کنید اینه که ورودی‌های مثبتی بهش بدین. همونطور که بدن فیزیکی ما نیاز به غذا داره، ذهن ما و فکر ما، افکار ما هم نیاز به غذا دارن. غذای افکار ما ورودی‌هایی که بهش میدیم، یعنی آنچه که می‌بینیم، آنچه که میشنویم و آنچه که میخوانیم. اینها چیزهایی هستن که اگر ما اینها رو مثبت کنیم به سمت بالا بردن ارتعاش میریم. بریم سراغ استراتژی چهارم. استراتژی چهارم، آنچه به خودتان میگویید سرنوشت شما را میسازد. اگر مدام بگویید میخواهم موفق شوم، میخواهم میلیونر شوم، ذهن شما فقط خواستن را تقویت میکند، نه داشتن. شما فقط در حالت خواستن باقی خواهید ماند.
پس بگویید من موفق هستم، من یک فروشنده عالی هستم، من یک پدر عالی هستم، من یک میلیونر هستم. لازم نیست این را به دیگران بگویید، بلکه باید خودتان با تمام وجود باور کنید. شما نمیتوانید با عادتهای یک فرد 5000 دلاری در سال یک میلیونر شوید. ابتدا باید ذهنیت و رفتار یک میلیونر را داشته باشید، سپس نتایج به دست خواهند آمد. در نهایت قانون جذب 24 ساعته کار می‌کند، چه بخواهید چه نخواهید. پس انتخاب کنید که چه چیزی را وارد ذهنتان می‌کنید، روی چه چیزی تمرکز می‌کنید و چه کلماتی را به خودتان می‌گویید. زیرا دنیای بیرونی شما انعکاسی از دنیای درونی شماست. این یک تضاد. افراد فکر می‌کنن اول باید دنیای بیرونشون تغییر کنه تا اونها افراد شادتر، مثبت‌تر و بالغتر و بزرگتری بشن، افراد مثبت اندیشتری بشن. این اشتباهه. متاسفانه یا خوشبختانه دنیا اینجوری کار نمی‌کنه. از نظر من خوشبختانه شما هر چیزی که می‌خواید به دست بیارین باید اول افکارتون رو به اون سمت ببرین، از نظر احساسی حس به دست آوردن اون خواسته رو تجربه کنید و بعد اون خواسته در زندگی شما اتفاق میفته. یعنی در واقع روند برعکس. شما باید اول حس داشتن اون خواسته رو به دست بیارین و بعد اون خواسته وارد زندگی شما میشه. کل قانون جذب همین چیزی بود که ما در این ویدیو درباره‌اش صحبت کردیم. تمام تکنیک ها، تمام اصولی که به شما یاد داده میشه برای اینه که فرکانس شما رو ببره به سطحی برسونه که شما با خواستتون هم فرکانس بشین و اون خواسته وارد زندگی شما بشه. یه نکته‌ای به عنوان نکته انتهایی، اینها مهارت‌هایی هستن که شما باید اونها رو با تمرین به دست بیارین. شما هیچ وقت نمیتونین یه پرتاب آزاد قوی رو داشته باشین با یک بار، دو بار، سه بار تمرین کردن. کنترل ذهن هم همینه. تمام تکنیک ها، استراتژیایی که ما اینجا میگیم یه جورایی کنترل ذهنه. شما اگه بتونی ذهنتو کنترل کنی به هر چیزی که میخوای میرسی. و کنترل ذهن راحت به دست نمیاد، اما خیلی سختم نیست. با تمرین میتونید به هر چیزی که میخواین برسین، حتی اگر اون چیز کنترل ذهنتون باشه. حالا که با قانون جذب و تاثیر شگفت انگیزش آشنا شدی، بهت پیشنهاد میکنم همین امروز شروع کنی. از چیزایی که میخوای تو زندگی داشته باشی تصویر واضحی بساز. افکارتو کنترل کن و به خودت یادآوری کن که قدرت خلق زندگی دلخواهت رو داری. یادت نره این ویدیوهای جذاب هر روز توی کانال منتشر میشه. پس سابسکرایب کن، لایک کن و حتما نظرتو توی کامنت ها بنویس. منتظر ویدیوی بعدی ما باش.